روزی زادروزی من، روزی مولودی من است، 12 ینور. یک سال پیش 12 ینوری سال 2012 من در چنگال مرگ قرار داشتم. تقریبا ساعتهای 9 شب من رو با واخوری دعوت کردند و وقتی که من به این واخوری می آمدم یک نفر شخصی که چهره آسیایی داشت مرا در یک دروازه تنگی که بین دو خانه بود انتظار بود. ما یک چند لحظه به هم دیگر نگاه کردیم. من گمان داشتم که شاید یک شناسی من باشد و ناعیان به من نزدیک شد. من گمان کردم سلام میکند و به جای سلام کردن با کارت به من حمله کرد و بعد چند لحظه خون فواره میزد و مردمی هم که این که در نزدیک یک طرفخانه آینگی بود، شیشگی بود، مردم دیدن و مردم بیدار شدن و مرا به درون اون طرفخانه کشیدن. همانو خون میرفت و واقعا در دلم احساسی بود که شاید این آخرین لحظه های زندگی باشد. بعد ماشین یاری تجلی آمد و مرا به بیمارخانه بردند. دیگر در درون ماشین الکی از یاد رفته بودم و بعد از 5 روزی در ریانیمت خوب کردن به خود آمدم و فهمیدم که من از نه تولد شدم. برای من یک چیز مهم بود. وقتی که بعد 5 روز به خود آمدم آدمان زیادی به عیادت می آمدند. دوستانم نامه های زیادی را از دور و نزدیک نشان می دادند که مردم دعا می کردند، مردم دعا می فرستادند در پس نمازهایشان و این یک واقعا تولد دیگر بود و من باز یک بار فهمیدم که زندگی من بیهوده نبود. چیزی دیگر، رحمان از روزی که به سر قدرت آمده بود مرا دشمن خود میخواند. برای اینکه من در همین 20 سالی که رحمانوف در سر قدرت هست همیشه درباره این رژیم، درباره خیانت های این رژیم، درباره ظلم این رژیم، درباره جهل و جهالت این رژیم می نوشتم و از نه تنها در روزنامه های روسیه، در روزنامه های اروپا، در روزنامه های امریکا، فرانسه، ژاپن و ده ها و صدها کشورهای دیگر. و یکی از چیزهای مهمی که سبب کار زدن اینها بود، سوءقصد اینها بود، این یادتان باشد یک سال پیش چند نفر هوانوردا لیاچکای روسیه را حکومت تاجیکستان بازداشت کرده بود و خود لیاچکای حبس کرده بود و این عمل حکومت تاجیکستان در روسیه بسیار واکنش بد روبرو شد و در آن شب و روز نه به خاطر رکلام، نه به خاطر خود تعریف کردن، من اولین ژورنالیستی بودم که گفته بودم که این کار، یعنی بازداشت لیاچیک ها و بازداشت سمالیات روسیه فقط به خاطر یک چیز است که رحمانوف و اطرافهای رحمانوف میخواهند که یک سودای سیاسی کنند، یک تجارت کنند، یعنی این لیاچیک های آزاد کنند فقط به عوضی آزاد کردن یک نفر دزبچه، یک نفر نارکوبران که رستم حکوموف
پسری امان الله حکوموف رهبری اداره راه آهن تاجیکستان به خویش نزدیک رحمانوف. آن روزها باور کنید تمام قهر و غضب مردم روس، میلیسیونرها، سیاستمدارا، دیگرها به کی روانه کرده شده بود؟ به مهاجرا، به این مهاجرای بیچاره. تاجیک‌ها میترسیدن از خونه بیرون شوند. تاجیک‌ها را در هر جا میداشتند، عذاب میدادند. بسیاری اونها چندین نفری زیاده دیپارتاسیون کردند، یعنی از روسیه راندند. همه این به خاطر چی بود؟ فقط به خاطر آزاد کردنی یک دوزبچه، یک نرکوبران که و آخری پیشگفتاری منم راست برآمد. پیش از سال نو پسری حکوموف که با 9 کیلوگرم گیرین در نزدیکی مسکو بازداشت شده بود، حکم سود برآمده بود. تصور کنید با 9 کیلوگرم گیرین و داشته بودن، قرار سود برآمده بود و در محبس میشیست. با وجود همین با عوضی آزاد کردن لیاچیک ها و پولی کلان البته پسری امان الله حکوموف از حبس آزاد کرده شد و در محفل های خانگی رحمانوف، در سری دسترخوان رحمانوف من عمیق میدانم که رحمانوف به طرف در اونجا رستم رحمانوف پسر رحمانوف هم نشسته بود، دومادهاش نشسته بودن، حکوموف بود، حسن سعداللهیف بود که رحمانوف وقتی که عرق می نوشید و مست بود گفته بود دیدید همین کار را داده جان عطاالله رسوا کرد، ما را شرمنده عالم کرد. نخود شما مسئله یک نفر رو حل کردن نتونید و این یک نوع سپارش زکسی رحمانوف برای از بین بردن من بود. خدا را هزاران بار شکر من زنده ماندم. من زنده ماندم به خاطر اون که من خدا دارم. من زنده ماندم به خاطر اون که من در راه حق هستم. من زنده ماندم به خاطر اون که دعای هزاران هزار مادران تاجیک، مستفیدان تاجیک، نوجوانان تاجیک، علامه های تاجیک مرا نگه داشت و قدری زندگی خودم، قدری دوستان خودم من خوب شناختم. بعد به من نقل کردن که وقتی مرا با بیمارخانه آورده بودن 10 نفر ژورنالیست ها، گنرال ها، آدمان مشهوری ملت های گوناگون، روس ها، گرجی ها، تاجیکان، ازبک ها در بیمارخانه جمع مونده بودند و اونا همه کار کرده بودند که بهترین جراحا، بهترین طبیبا برای عملیات جراحی من جلب شوند و خوشبختانه من زنده ماندم. اونها گمان کردن که بعد این من میترسم. اونها گمان کردن که بعد این من خاموش میشوم. اونها گمان کردن که بعد این من قلف خاموشی بر لب میزنم. نه، هرگز. این خطای اونها بود. من این چیز را از آنها انتظار بودم. من هر روزی که از خانه میبرایم همیشه تصور میکنم که یک متاع سفید، یعنی یک کفن در گردن من است و میتوانم هر روز از دست رژیم رحمانوف، قاتلان رحمانوف، کیلرهای رحمانوف کشته شوم. زیرا رحمانوف در تاجیکستان سرقاتل تاجیکستان، کیلری اساسی تاجیکستان، تروریست اساسی تاجیکستان یک نام دارد. نام وی امام علی رحمانوف است. از روزی که رحمانوف به قدرت آمد ما میدانیم که بغیر از کشتن یگان علم دیگری را وی نآموخت. باید دارید نخستین پرزیدنت تاجیکستان نبیوف رحمان نبیویچ اینا کی کشت؟ اینا رحمانوف کشت. وقتی که رحمانوف پرزیدنت شده و پرزیدنت اساسی برکنار بود، برای رحمانوف زنده بودن رحمان نبیویچ برای امام علی
مثل یک خار در چشمش بود. برای همین شاهدان مرگ رحمان نبیش نقل میکنند که وقتی رحمان نبیش رو میگوراندند در بدن وی زخمی زدن، زخمی تضعیق و اذیت دیده میشد. بینی منع وش سیاه گشته بود و با بالشت این پرزیدنت را، این موی سفید را اینا کشته بودند. بعد این محمد عاصمی، منهاج غلاموف، بشیرخان اسحاقی، آتاخان لطیفی، حبیب سنگینوف، موینشاه نظرشایوف، سفرعلی کینجایف کشته شدند. و ترور سیاسی این در تاجیکستان دیگر به حکم عنعنه در آمده است. اگر آنها قبلا با اتومات، با کیلرها، با آدمانی که لیسنس برای کشتن داشتند حریفانشان را، سیاستمداران را از بین می بردند، بعدا به زهر دادن گذاشتند. زهرهای مخصوصی هستند که وقتی آنها مثلا یک نفر به این زهرآلود می شود و می تواند که در نتیجه یگان بیماری، یگان کسلی بعد نیم سال یا یک سال و یا یک مدت دیگر بففتد و یگان اکسپرتیزه، یگان طبیب، یگان لابراتوری اثبات کردن نمی تواند که این آدم از زهر کشته شده است. من اطمینان دارم که مرگ اصلی صاحب نظروف، مرگ سید عبدالله نوری، مرگ محمد شریف مزاده، مرگ قوت سلطان، اینا مرگ های بزوری بودند. اینها حتما زهرآلود شده بودند و بعد مدت وفات کردند. در همین یک دفتری که من دارم نام صدها کشته شده ها از دست رژیم رحمانوف است. اینها انصاف ندارند، مقدسات ندارند. مثلا قصه مرگ عبدالجلیل حمیدوف را باید بریم. عبدالجلیل حمیدوف که یکی از نفرایی بود که رحمانوف به سر قدرت آورد. وقتی و فرار کرد از تاجیکستان، برادر امام علی رحمانوف، نورالدین رحمانوف با وی به ملاقات برآمد و گفت که عبدالجلیل اگر تو برای من $1,000,000 بیاری من تو رو با جناب عالی آشتی میکنم، یعنی بین توی جناب عالی صلح میکنم. عبدالجلیل حمیدوف $1,000,000 برای نورالدین رحمانوف داد و انتظار آن بود که کی نورالدین واخوری حمیدوف را با جناب عالی، با جناب خالی، ببخشید جناب عالی سازمان میدهد. و در همین مدت و در همین وقت خواهر عبدالجلیل حمیدوف در خوجند از حیات در میگذرد. عبدالجلیل به نورالدین زنگ میزند: نورالدین، خواهری من درگذشت، من میتوانم که در مراسم دفنش اشتراک کنم. نورالدین رحمانوف میگه که یگان مشکلات نیست، تو بیا خواهرت را دفن کن، بعد آن میای دوشنبه ما یک جای با امام علی میخوریم. وقتی حمیدوف به دفن به مراسم دفن خواهرش میباید و بازداشت کردند، بردن دوشنبه و حبس کردند و در حبس کشتند. یادم میرزا ضیایف را چخیل و چندین بار میرزا ضیایف رحمانوف از در حالتهای دشوار دستگیری کرده بود، ولی روزی آمد و رحمانوف شبهه کرد که تنها شبهه کرد که
شاید میرزا زیویف یگان نیتی به حرکت های اپوزیسیونی همراه شدن دارد و یا برای وخوری دعوت کردند و آدمی را که برای وخوری بی یراق و بی اسلحه آمده بود به جای نان و نمک با تیر پیشواز گرفتند و کشتند. بعد کشتن میرزا زیویف ده ها خویشتبارانش، فرزندانش، نزدیکانش را حبس کردند. یا بگیریم حادثه های مثلا تماما حادثه های عجیب هم می شود. حتی به یک نفر اگر اینها شبهه کنند، اگر شبهه کنند که این یک نفر در یگان معرکه، در یگان مجلس، در یگان جلسه یک سخنی بد، یک سخنی زشت در حق آن جناب گفته است، به قطار برویختی دشمنان داخل می شود. یک نفر کارمند سابقی کگب تاجیکستان که در قرقیزستان کار میکرد، محمدی سلیم زاده، وقتی رحمان سر قدرت آمد این گریزه شده بود آمده بود بشکک و از بس که در کسب خودش استاد بود و از بس که کسب خودش خوب میدانست در امنیت قرقیزستان به کار در آمد، آبروی کلان داشت و وقتی که برای توی دخترش به تاجیکستان آمد و بازداشت کردند و با عیب آن که گویا او جاسوسی کدام کشور است 29 سال زندانی کردند. 29 سال. نام انسان محمدی سلیم زاده. یا دور نمی رویم، حادثه های بدخشان گرید. شما ببینید چقدر اینا بی انصاف هستند. در ماه شریف رمضان در وقتی که مردم روزه داشتند ساعت 4 صبح به مردم بدخشان هجوم کردند. و مردم بدخشان و مردم سربلند بدخشان، مردم شریف و باناموس بدخشان و پا خیستند، با دستهای عریان پیش راهی این جنگ گرفتند، مقاومت نشان دادند، شرفشان را، ناموسشان را حمایت کردند. بعد رحمان گفت نه به صلح میکنیم. من همان زمان گفته بودم که به این مکار باور نکنید، به این دجال باور نکنید. به این علی بابای عصر 21 باور نکنید. اما مردم باور کردند که این صلح میکند. و چیکار کرد؟ امام نظروف یک آدمی که معیوب بود و یک آدمی که در کلیس کمی گشت، حتی آزاد گشتن نمیتوانست، نه شباخون زدن بخونه. شب در خانهش، در روی بسترش، یک آدمی بیمار، یک آدمی که در دم مرگ بود، یک آدمی که مردم بدخشان را به صلح دعوت کرده بود، یک آدمی که به حرفش مردم گوش کردند و یراق اسلحه های خودش سپردند و یک کشتند. یا مثال دیگر سبزلی، مثال دیگر میخوام درباره یک سیاستمدار نوجوان سبزلی محمد رضایف چند سخن گویم. باور میکنید من سبزلی را شخصا نمیشناختم، لیکن در میتینگ او را دیدم. در خارو وای میتینگ کرده بود به ضد جنگ و یک خودش از این طرف منبر به اون طرف منبر میرفت و مردم را به صلح دعوت میکرد. من حسد میبردم به جسارتش، به شهامتش، به خردش، به بزرگیش. چیکار کردن با یک جوانمردی که پیغام صلح میداد. در سری نماز
در بالای جای نماز سبزده را کشتند. این است آیین رحمانوف. و کار دیگری که دیگر اونا میتوانند دزدیدن آدمان، دزدیدن یا زندان کردن آدمان. هر کسی در کجای نباشد، کسی نباشد به خاطر دشمن داخل می شود و باید وی نیست کرده شود. باید در تاجیکستان یگان سری بلند نماند. باید در تاجیکستان یگان سری زیبی دار نماند. باید در تاجیکستان یگان سری مغزدار نماند. نظام خان جویرایف سیاستمدار نبود، بیزنسمن بود، تاجر بود. همه حبس کردن، در مسکو آزاد شد. بعد آزاد کردن نظام خان جویرایف دزدیدن آوردن چی؟ دزدیدن آوردن دوشنبه. نظام خان جویرایف سیاستمدار نبود، یک تاجر بود. تاجری که با آیله رحمان بسیار نزدیک بود و دوست بهترین تحمیل رحمانا بود. به خاطر اون که اول کارخانه ها، مؤسسه هایی که در اختیار نظام خان جویرایف بودند آیله رحمانوف گرفت. بعد مجبور شد و وقتی خواستن که در تاجیکستان حبس کنند وطن ترک کرد، اومد کشوری دیگه. در مسکو بازداشت کردند، بعدا آزاد شد. میدونید چیکار کردن؟ اینا از محبس دزدیدند آوردن تاجیکستان و مجبور کردند که نظام خان جویرایف بیچاره از طریق تلویزیون برآمد کند و گوید که برادران، من با خواهش خودم به تاجیکستان آمدم. چی خیلی یک نفری که حتی گذرنامه همراه خودش نداشت، پاسپورتش همراه خودش نبود، سرحد روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و گذشت و تاجیکستان آمد. اینا جلاد هستند. جلادان بخارا در پیش جلادان دنغره باور کنید هیچند. و کار دیگر چی است؟ دزدیدن آدمان مثل پیشتر دوام دارد. یک نفر دیگر سابق از مخالفین تاجیکستان که من خوب میشناسم، عبدالواسی لطیپوف، اینم بازداشت کردن. این چندین سال در روسیه بود. نه به سیاست به یگان چی کار نداشت، نه به رحمانوف کار داشت، نه به دولت رحمانوف، نه به سیاسی رحمانوف. اینم بازداشت کردن و دزدیدن بردن دوشنبه. دو محبوس، هم کگیبی، هم پرکاتورا، هم NVD تاجیکستان میگن این آدم در تاجیکستان نیست. ولی ما انیق میدانیم که دو محبوس و سر عبدالواسی لطیپوف اینا چیکارا میکنند؟ گاه میبرند یک زندان، گاه میبرند زندان دیگه، گاه میبرند در خانه های مخصوصشان. حاجی در پدولی کگیبی تاجیکستان نشسته است. هر روز عذاب میدهند، هر روز اذیت میدهند. متدهای دوست داشته ساختارهای مخصوص تاجیکستان چی هستند؟ با انبور ناخونه کندن، با زجگل که روی آدم سوزاندن، ببخشید، و با اتوک و بدن آدم اتوک گرم میمونن که آدم تمام گناهی که باشد، حتی کشتن لینین، کشتن کندی، میدونید زمین جمعی امریکا، آبخیزی امریکا، همه چیز را هر آدمی باشد، هر نفری باشد مجبور میکنن که به گردن گیرند. انتظار باشه. شاید به نزدیکی عبدالواسی لطیپوف از تلویزیون برآمد میکند و شاید نفرین میخواند به راهبران اپوزیسیون سابق، اونها اسیان میکند، بدنام میکند. این است متد و اسلوب های رژیم رحمانوف. یا مسئله دیگر،
عمر علی قواتوف، یک جوانی که همگی نیم سال به سیاست مشغول نیست، یک زمان دوست داشته علی رحمانوف بود، یک زمان در سر دسترخوان رحمانوف می نشست، یک زمان تاجر علی رحمانوف بود. چون بیرون آمد و از ناحقی ها، ناعدالتی ها، خیانت های خاندان رحمانوف گپ زد، به قطار دشمن داخل شد و اول دیوانه اعلام کردن، یعنی دیوانه است. به نزدیکی و در شهر دوبای بازداشت کردند و اکنون میگن که نه، چون که از روی قاعده‌های بین‌الخلقی دیوانه رو نمیتوانی صعود کنی، دیوانه رو نمیتوانی حبس کنی. گفتن نه، وای ساق است، وای سلامت است، وای دیوانه نیست. و آخرین خبر ناخوش از چین، دولتبک اشوروف بازداشت کرده بودند و از بس که دولتبک میدونست که به دست این قاتلان، به دست این ضحاکان، به دست این من نمیدانم اولادهای گیتلر یا پینوچت، خودش از تیزه بیرون پرتافت. بعد رفت چین طبابت، یک نفری بیمار از بیمارخانه، از کتی بیماری برداشتن آوردن حبس کردن در دوشنبه. برای همین رژیم رحمانوف یگان مقدسات ندارد. رژیم رحمانوف باید که در نزد سود بین‌الخلقی برای این جنایت‌هایش، برای گنوسید، برای قتل عام، برای کشتن بیگناهان، برای شکنجه هایی که حتی در اسوینسیم نیست، اون اسوینسیمی که گیتلر برای زندانیان ساخته بود. من خودم دیده بودم اسوینسیم به چشم خودم. امروز مردم قصه های بدتر از اسوینسیم نقل میکنند. شما خودتان بدانید که چقدر در محبس ها آدم ها خودشان میکشند، آدم های میکشند، مردم در محبس میکشند، مردم زندانیه، مردمی که دست و پاش بسته شده است، مثل علاءالدین دولتوف. و هر کسی که امروز طرفدار این رژیم است باید داند که در نزد تاریخ، در نزد خلق، در نزد خدا جواب میگوید. هموطنان عزیز، وقتی آن رسیده است که ما سر بلند کنیم، شما گمان نکنید که این برف بدبختی که امروز به بام من، به بام امام نظروف، به بام عبدالواسی لطیفوف، به بام سفرعلی کنجایوف، به بام مایانشاه نظرشایف، به بام آتاخان لطیفی، به بام عمر علی قواتوف، به بام سبزعلی محمد رضایوف بریخت، به بام شما نمیریزد. شما خطا میکنید. این رژیم یگان کس را نمیبخشید. اگر رحمانوف بخشیدن میتوانست، یعقوب سلیموف میبخشید. یعقوب سلیموفی که وقتی که به رحمانوف سوی قصد کرده بودند، با تن خودش، تنی کثیف رحمانوف پوشانده بود. و وقتی که رحمانوف از خوجند به دوشنبه میپرید، از تلویزیون برآمد کرده گفته بود: ای فرزندان من، ای خلق من، ای ملت من، یگان وقت یعقوب جان را فراموش نکنید که وی مرا نجات داده است. امروز یعقوب کنج زندان است و حتی به قدر دوستای خودش نمیرسد. سنگک و فیضعلی کی کشت؟ با امر رحمانوف کشته شدند. غفار میرزایوف حبسی ابد دادند. این کی بود؟ اگر اینا نمیشدن، رحمانوف یک بوزیچه بود، رحمانوف یک بازیچه بود، رحمانوف یک عروسک بود. عروسکی که هر کس میتونست با این عروسک بازی کند، سیله کند،
نوازش کند و هر کاری دیگری که خواهد با این عروسک کند. اما این عروسک امروز از همه قصاص میگیرد. امروز این عروسک یگان کس را نمی بخشد. برای همین راه یگانه به هم آمدن، سر بالا کردن است. و چیزی دیگر، ما نباید تنها رحمانوف عیبدار کنیم. ما باید نام به نام هر یک کثیفی را، هر یک خبیثی را، هر یک پلیدی را که امروز به خانه شما درک میکوبد، امروز از شما پاره میگیرد، امروز فرزند شما را در زندان اذیت میدهد، امروز ماهانه شما را میدزدد، ما باید نام به نام باید آنها دانیم. ما باید دانیم که هر یک کارمندی KGB که امروز میرود به یگان روزنامه و دوغ میزند و میترساند، باید ما نام وی دانیم و ما باید دانیم که پدری وی کیست، مادری وی کیست، در کدام کوچه وی زندگانی میکند. ما باید نام هر یک میلیسیونر را دانیم که وی از کجا است، از دسترخوان کی نان خورده است و چرا گمان میکند که یک عمر بی جزا میماند. جنایت حتما باید جزا بیند، جنایتکار باید حتما جزا یابد. اما اینها گمان میکنند که دیگر ما نیستیم، دیگر ما مرده ایم، دیگر ما ملت نیستیم، دیگر ما غلام هستیم و اینها هر کاری که میکنند، هر کاری که میخوان باقی ما میکنند. برای همین باید ما از خود گذریم، باید دیوار ترس را شکنیم، باید با هم بیاییم. امروز کمونیست بودن ضد رحمانوف بودن است، امروز دموکرات بودن ضد رحمانوف بودن است، امروز مسلمان بودن ضد رحمانوف بودن است، امروز مرد بودن ضد رحمانوف بودن است. من 20 سال می شود که در همین راه هستم، 20 سال می شود که من مردم به همین راه دعوت میکنم. در همین 20 سال شما گمان نکنید که این موی سر من بیهوده سفید شده است. در همین 20 سال عزیزان من خار کردند. در همین 20 سال حتی مادر پیری من هر روز نزدش ملیسه میرفت و هنوزم میرود. بسیاری خویشتبار من در تمام دنیا پهن و پریشان شدند از پس عقیده من و اینا هر کاری میخواستن که مرا به دست بیارن. از یک طرف این ناکسا، این ناخلفا، این بی پدرها مرا برای گفتشنی دعوت میکردند، پاره پیشنهاد میکردند، وظیفه پیشنهاد میکردند و از طرف دیگر میکوشتند که نیست کنند. من یاد دارم سال 2001 وقتی از گرمن پرواز کردم به مسکو، در فرودگاه من داشتند. خدا را شکر که من ساعت 1 شب بود به یکی از دوستانم تلفن کردم و این تلفن با کمک خدا مرا نجات داد. نباشد مرا در زندان دوشنبه میدیدید. و همون 1 هفته هم که من در زندان بودم، اینم برای من با یک سبق زندگی بود، اینم برای من با یک بهای زندگی بود که زندگی من بیهوده نیست. وقتی من آزاد شدم از زندان رفتم فرودگاه، خوب یاد دارم وقتی رفتم فرودگاه چندین چا بودن، نماینده های تلویزیون و خبرنگارا. بعد همونجا من گفتم که یعنی کیسه های خالی، دست های خالی بر نرکوبران های رحمانوف، بر کلیرهای رحمانوف، بر خودی رحمانوف پیروز آمد. برای همین ما باید دیگر نترسیم. ما باید صدا بلند کنیم. من آماده هستم که تیری نخستین به دل من رسد. من آماده هستم که من شهید راه آزادی باشم، من نخستین شهید باشم. ولی این سال انتخابات است. انتخابات امساله انتخابات که مقرری نیست. این انتخابات
انتخابات بودن یا نبودن، انتخابات مردی و نامردی، انتخاب شرف و بیشرفی، انتخاب ناموس و بیناموسی است. یا با ما همون به افسانه های رحمانوف گوش میکنیم، یا با ما به غیبت و تهمت یکدیگر همراه میشویم و امکان میدهیم که رحمانوف باز یک عمر در سر ما، در سر حکومت ما ماند. گمان نکنید که رحمانوف بمیرد و حکومت از دست آنها رود. هرگز. آنها میخواهند که بعد رحمانوف رستم شود، بعد رستمش سهراب شود، بعد سهرابش بردآفرید شود، تهمینه شود، آزاده شود، منیژه شود. من نمیدونم که اینها میخواهند که یک عمر ما غلام باشیم. اما آنها باید دانند که دیگر پس از این ما غلام نیستیم، ما خاموش نیستیم، ما بیدار شدیم. من این بیداری را در تمام تاجیکستان، در نامه های مردم، در دعاهای مردم، در صداهای مردم، در اشکهای مردم